بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در چهارمین جلسه از درس سیاست اسلامی قرار داریم و در این جلسه ویژگی های سیاست اسلامی را خواهیم خواند. بعد از اینکه تعریف سیاست اسلامی را شناختیم و منابع و مصادر سیاست اسلامی را آشنا شدیم، در این جلسه انشاءالله خدمت شما ویژگی ها و خصوصیت های سیاست اسلامی را معرفی خواهیم کرد که فرق بین سیاست اسلامی و سیاست غیر اسلامی در چه چیزهایی است. در امور کلی، البته جزئیات بحث جدایی است، در امور کلی چه فرقهایی دارد و چه ویژگی هایی وجود دارد. صفحه کتاب ابتدا خدمت شما دوستان عزیزان ارائه میکنم و در ابتدا گفته خصائص النظام السیاسی فی الاسلام. در کتابی که ما شما میخوانیم خصوصیت های نظام سیاسی در اسلام. خب اولا گفته که لما کان النظام السیاسی فی الاسلام احد مفردات منظومه تو دین الاسلام. ببینید میگه که نظام سیاسی یکی از مفردات منظومه دین اسلام است. دین اسلام یک منظومه، یک مجموعه ای از احکام است. یک بخش او سیاست اسلامی است و دیگه بخش‌ها مثل اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی و موضوعات دیگر، عبادات در اسلام و امثال او. و لحاظا بحث نظام سیاسی خصائص خالده ای دارد، یک ویژگی های همیشگی و دائمی دارد که دائمی و همیشه این ویژگی ها در او هست. تبرز دوره نظاما مستقلا عن غیری من الانظمه السیاسیه الاخرى، که با این ویژگی ها و خصوصیات نقش او را بارز میکنه، آشکار و ظاهر میکنه که از دیگر سیاست ها این فرق ها را دارد. حالا چند تا فرقه؟ 5-6 تا فرق است که این فرق ها را میخوانیم که فلان 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 این خصوصیات در نظام سیاست اسلامی است که در غیر نظام سیاست اسلامی نیست و اونجا به نحوه دیگر است. و از مهمترین خصوصیات ایران میخواد بگه که یعنی مصنف چنین نیست که ادعا کنه که کل ویژگی ها و خصوصیات رو من جمع آوری کردم، یعنی بخشی میگه من توانستم جمع آوری کنم، لذا بخشی از این خصوصیات این است. اول الربانیه، نظام سیاسی که اسلام ربانی هست، یعنی اینکه از جانب رب است، با سند معتبر، به سند صحیح، به تواتر. یعنی هیچ کس نمیتونه امروز بیایه اگر یهودی هست، اگر نصرانی هست، بگه کتابی که ما داریم کتاب ما کتاب مستند معتبری است، سند معتبر داره. نمیتونه سند معتبر برای او بده. سند تورات معتبر نیست، یعنی سند خودشان هم قبول دارن و خیلی نویسندگانشان قبول کردن که واقعا نمیتونه به اعتماد کنیم. انجیل هم همچنین. و به همین علت میبینیم که نسخه های مختلف دارن که بین نسخه ها تضاد وجود دارد. و اما در اسلام میبینیم که قرآن یک قرآن هست، یک قرآن است که از جانب الله سبحانه و تعالی برای هدایت بشر آمده است. الربانیه، پس نظام سیاسی اسلام گرفته شده از قانون الهی است و لحاظا قوانینی که میده قوانین او بسیار قوی و متین است. ببینید در زمانی که بعضی چیزا را که تاریخ آشنا باشیم بیشتر موضوعات متوجه میشیم. در زمانی که در اروپا و در کشورهای دیگر، خلاصه چی شرق چی غرب، چیزی به نام مشورت و شورا جایگاهی نداشت، جز استبداد چیزی نبود. پادشاهان او وقت میبینیم که کل کارشان بر استبداد و ظلم بود. در همچنین زمانی در شبه جزیره عربی که عربهای جاهلیت بودن، سر تا سر نادانی بودن، کارهای جاهلیت داشتن، قبل از اسلام بود، نادان بودن، نمیفهمیدن، با تمام او اوضاع و تمام مشکلات میبینیم قرآن میایه و قاعده میده که باید کارها بر اساس شورا باشد. چیزی که امروز تمام دنیا روی مسئله شورا مشورت، کارها باید جمعی باشد، فردی نباشد، استبداد نباشد، امروز این حرف رو میزنه. اما قرآن او زمان این حرف رو زده و تا به امروز هم حرف او متین است و قوی است. و در او زمان قرآن آمد گفت باید قانون عدالت باشد، هر کس باید به حق خود برسد و هر انسانی در مقابل قانون مساوی است با دیگران، فرقی نمیکنه تو رئیس دولتی یا فرد عادی، پولداری یا فقیری، در بحث قانون و نظام که آمد تو با دیگران فرقی نداری، که این عدالت اسلامی است. و حتی در مقابل دشمنان خود، در مقابل کفار و بیدینانی که دشمن تو هستند، در مقابل او هم باید عدالت داشته باشی. و به این علت قوانینی که پس اسلام آمد بیان کرد قوانینی است خالده و دائمی. چرا؟ چون ربانی است. اما شما در
چی نمیبینیم؟ مثلا در قوانین غیر اسلامی مثلا میایم امروز مشهورترین قانون دموکراسی است. مشهورترین قانون بر اساس قانون دموکراسی بر اساس چی میگن که قانون گذاری کنیم؟ بر اساس عقل. عده‌ای از طرف مردم تعیین میشوند که بروند به پارلمان و در آنجا بر اساس عقل خود، نه بر اساس کتاب الهی، تعیین میکنن این خوب است، این بد است، این حلال است، این حرام است، این جزا دارد، این جزا ندارد، این تشویق دارد، این فلان است. بر اساس عقل خود تعیین میکنن. این میشه قانون دموکراسی. در قانون دموکراسی خب در این قانون ما میایم نگاه میکنیم که 30 سال پیش 40 سال پیش میبینیم در همه کشورهای غربی فیصله میکردن بر همین که کسی اگر همجنسگرایی انجام بده جزا دارد و ادعا میکردن که این بر اساس عقل است و ما متمدنیم، ما قرن 20میم، مردم به قرن 20 رسیدن، پیشرفت کرده ایم، ما نیاز به دین نداریم، نیاز به فلان نداریم. آمدن در جلسات خودم فیصله میکردن که بله کسی که همجنسگرایی انجام بده باید چیکار بشه؟ جزا ببینه. برای او جزا تعیین میکرد. اما امروز همون مردم کسی به همجنسگرا بگه تو کار تو غلط است یا پرچم او را آتش بزنه یا رد کنه، میبینی این جزا داره باز. و همجنسگرا دعوایی که از حقوق همجنسگرایان دفاع کنیم. این هم ادعا میکنه که عقل است، او هم ادعا میکنه عقل است و ادعا میکنن ما عقل چنین تقاضا میکنه، حکم عقل چنین است و خلاف او جاهلیت است، نادانی است، در حالی که 30 سال پیش هم میگفتن اینا عقل است. شما در طول این سالها مثلا 2 قرن بیایم حساب کنیم، 2 قرنی که تقریبا دموکراسی هست، در همین 2 قرن ببینید چقدر احکام متفاوتی اینا دارن و هم بر اساس عقل ادعا میشه و معلوم نیست 4 روز بعد باز دیگه چی دارن. باز خیلی از چیزایی که امروز میگن باز متوجه میشن بابا ما اشتباه کردیم. این نتیجه حکمی است که بر اساس ادعا بشه بر اساس عقل. چون عقل به گفته یکی از سکولارهایی که خودش سکولار بیدین بود کلا، چون سکولار دو دسته است، سکولار بیدین بود، در BBC یک برنامه‌ای داشت، خود او میگفت درسته که بر اساس عقل حکم میشه، اما این عقل در زیر مقدار زیادی کوههای شهوت و خواسته و غرایز دیگر است. چنین نیست که این عقل صرف است در بدن انسان، ولی ما بر اساس عقل حکم میکنیم. غرایز هم اینجا وجود دارد و لحاظا میبینی که 40 سال پیش غرایز و شهوت ها دیگه چیزی اونا تقاضا میکرد، امروز به اساس شرایط محیطی تقاضای دیگری شده. به این خاطر آمدن حکم دیگری صادر کردن و حکم دیگری دادن. پس به این خاطر ربانیت این نکته داره که حکم، مثلا اسلام آمد گفت که شراب حرام است، شراب حرام است، زنا حرام است، تا به امروز هم میگه حرام است و تا به امروز هم مضرات او رو ما میبینیم. و قرآن در زمانی گفت شراب حرامه که دنیا شراب میخورد. این نتیجه ربانیت است. الربانیت اولا خصائص نظام سیاسی در اسلام. خصوصی ترین ویژگی اسلام همین است. شاید کسی بگه که یهودی‌ها و نصرانی‌ها میگم از ما ربانی است. اولا میگیم که فعلا در شرق، در اروپا، در غرب، در کل اصلا از روی کتاب خود قانون درست نمی‌کنن، بر اساس دموکراسی است و خیلی هایشان اصلا منکر تورات و انجیل هم هستن، عمول هم قبول ندارن و ملحد و بیدین شدن، خودشان کتاب خود قبول ندارن. ثانیاً همون کتاب خودشان پر از تناقضات و پر از مشکلات است و کتاب اصلا چند نسخه شده، کتاب معتبری نیست. خودشان قبول دارن که کتاب دست نوشته فلانی و لوقا هست، یوحنا هست، فلان هست، فلان هست، فلان هست، دست نوشته افراد از اینا. اما قرآن روی نوشته یکی نخیر، القرآن الکریم. اما انجیل لوقا یک انسان بوده نوشته کرده و بعدا هم زبان اصلی کتابشان چیز دیگری بوده، سوریانی است. اما امروز اصلا اون زبان وجود نداره، از زبان سوریانی تبدیل شده به یونانی، از یونانی تبدیل شده به لاتین شده، باز بعدا تبدیل شده یونانی و بعدا هم تبدیل شده به زبانهای دیگر و امروز اون زبانهای اصلی او وجود نداره. چگونه او رو میتونیم بیایم کنار ایستاد کنیم؟ کسایی که معلومات درستی ندارن میگن که چی فرقی میکنه قرآن یا او؟ این از بی‌مطالعگی است. و تتمثل الربانیه فی هذا النظام فی ربانیت المصدر و ربانیت الوجه. از دو جهت گفته ربانیت دارد، منسوب به رب است. یکی از جهت مصدر خود، مصدرش چیست؟ قرآن کریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، از این جهت ربانی است. و میایم به طرف وجهه، یعنی جهت و وجهه و روشش هم چیست؟ ربانی است. حالا توضیح میده. ربانیت المصدر یعنی چی؟
یعنی مصدرش از جایی که میگیریم سیاست را ربانی است. ولهذه المیزه ثمار عدیده، این ویژگی و این خصوصیت حاصلهای بسیار زیاد و متعددی دارد. اول العصمة من التناقض، از تناقض پاک میشه. طبق او قانون کار بکنیم از تناقض خلاص است. در جایی که بشر مداخله میکنه در بعضی از امور سیاسی سیاست اسلامی هم بعضی جاها هست که مسائل اجتهادی است. البته در روشنایی کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از امور اجتهادی صحبت میشه و میتونه تطبیقات هست، میتونه در رو خطا صورت بگیره. البته وقتی باز شورا میایه مسئله جمعی جلوی این مشکل باز میتونه به نوعی بگیره، او هم با روشنایی او کتاب، نه بر اساس عقل شهوانی، عقلی که با شهوت مخلوط است، بلکه یعنی در واقع در اسلام عقل باید مخلوط باشه با وحی، باید به این طریق باشه. اما در دموکراسی عقلی است که صرف است و طبعا مخلوط با قرائز هم که هست دیگه. الاسمة من التناقض. و البته اینو بگیم ما رو اصلی صحبت میکنیم، این که فلان و فلان فلان شخص طبق قوانین اسلام کار نکرده، این بحث شخصی خود اوست، این باز به گمراهی رفته. ما بحث ما رو قانون است، رو فرد نیست. الاسمة من التناقض، پاکی از تناقض، که این تناقض ندارد، تضاد ندارد. لحاظا میبینیم وقتی حکم میده از اول تا حالا حکمش یک حکم است. البراءة من التحیز، دیگه وقتی به قانون شریعت کار بشه از این که سمت گیری و جهت گیری بشه از این بری میشه، پاک میشه و میل به خاطر مصلحت طایفی از بشر نمیشه یا شهری بدون شهر دیگر. طبق قوانین اسلام قانون عدالت است، همه باید به حق خود برسن و اینجا دیگه نیست که به نفع او فلانی یا به نفع این فلانی. مثلا ما میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فاطمه دختر محمد هم اگر دزدی بکنه دستش را قطع میکنم. یعنی قانون جزا همچنان که برای فرد پایین است برای فرد بالا هم هست، حتی که دختر پیامبر باشد، حتی دختر پیامبر باشد. و لحاظا این از خصوصیات‌های نظام اسلامی است. سوم الاحترام و سهولت الانقیاد، یکی از خصوصیات نظام اسلامی این است که مردم او را با آسانی قبول میکنن، به اعتبار یک عقیده قبول میکنن. در نظام دموکراسی او را بر اساس عقیده قبول نمیکنه، بر اساس یک مصلحت و یک شرایطی که هست. اما در اسلام این به این اساس قبول میکنه که الله دستور داده بعد از اطاعت کنیم. مثلا یک کشوری هست شاید مردم او شراب نخورن، فرض کنیم به خاطر که میگه دولت منع کرده، اما پنهانی با شاید بخوره، خیلی کارهای دیگه. اما یک نفر وقتی میگه اعتقاد داره، دیانت و دینداری داره، به او گفته بشه این الله گفته حرامه، قرآن گفته حرامه، این خیلی آسان میپذیره دیگه. دولت نمیخواد خیلی فشار بیاره، مردم بر اساس عقیده خودی کار انجام میدن. چهارم این که در نظام ربانی مردم از عبادت انسان برای انسان آزاد میشن. وقتی یک عده انسان‌های میبریم اونجا در پارلمان میگیم اینا برای ما حکم تعیین بکنن، اونا خداهایی هستند که این مردم دیگه بنده اونها هستن، اونا حلال و حرام تعیین میکنن، اینا میگن چشم سمعنا و اطعنا. بنده برای بنده و عبودیتی از ذل و الخضوع. بندگی چیست؟ ذلت است، خضوع است، انقیاد است برای فرد دیگر و نباید انسان برای انسان خاضع باشد الا که او در روشنایی قانون الهی کار کند. مثلا در اسلام امیر مومنین یا رئیس دولت اسلامی یا خلیفه مسلمین او رو وقتی که اطاعت میشه نه به این عنوانی که او شخص فلانی است، به این عنوان که الله دستور داده از اولی الامر خود اطاعت کنید، به این اعتبار است. پس در اصل بندگی برای الله هست. وقد انحرفت الانظمه السیاسیه الوضعیه، میگه نظام های سیاسی وضعی امروزی که هست، میگه اینها منحرف شدن که اتباع خود را ذلیل ساختن برای متبوعین، کلا اینا تابع هستن برای او افراد. و به همین خاطر هم میبینیم که خیلی در نظام دموکراسی میبینیم که باز او وکیل ها و اینا باز تو استفاده هایی میکنن چون خودشان خدای درست شدن دیگه. و انحرفت فی جانب آخر من جوانب العبودیه هو ان الصادق قد یحرمونه، از جانب دیگر از جهت بندگی همین بزرگان میآیند برای اتباع خود هر چی را بخوان حرام میکنن، هر چی بخوان حلال میکنن. گفتم 30 سال پیش میگن که یا 40 سال پیش میگن همجنسگرایی جرم، جنایت، حرام، اما امروز میگن نه این حقی از حقوق افراد، جایز، درست، خیلی هم خوب کاریه، دفاع کنید. مردم هم هر دو رو اطاعت میکنن. بندگی دیگه چی هست دیگه؟ خب بندگی هست دیگه. اما در اسلام قانونگذار الله تعالی است و بندگی برای اوست، فلا عبودیت الا له سبحانه و تعالی.
این ربانیت المصدر، چون مصدرش ربانی است این نتایج داره. ربانیت الوجه و هو ان یبتغی الانسان بعمله الله سبحانه و تعالی. وجهه و جهتش، روشش، چرا این کار انجام میده، به چی جهتی کار انجام میده؟ به خاطر الله انجام میده، به خاطر مردم نیست. فالانسان المسلم هو الذي تكون اعماله كلها سبحانه لله سبحانه و تعالی. مسلمان همه کار خود برای الله انجام میده. مثل که الله گفته قل بگو ان صلاتی، همانا نماز من، و نسکی و عبادت من، و محیای و زندگی من، و مماتی و مرگ من لله رب العالمین لا شریک له، برای الله است، پروردگار عالمیان شریکی ندارد. و بذلك امرت انا اول المسلمین. هكذا يعلن الانسان المؤمن توجهه لله سبحانه و تعالی. مؤمن این چنین توجه خود را به طرف الله بیان میکنه در تمامی امور خود و از جمله در منهج سیاسی خود. یعنی یک مسلمان سیاست او هم برای الله هست، در امور سیاسی هم لحاظ کار درست انجام میده. نمیشه کار رو به خاطر الله انجام بده به جنایت به روش نادرست. ممکنه بعضی جا خطا بکنه، اشتباه بکنه، بشر است، اشتباه است در تطبیقات خود، ممکنه اشتباه بکنه، اما به اعتبار اصلی که برای بندگی الله را انجام میده به صورت اشتباه نمیکنه. والعمل بالنظام السیاسی الاسلامی امر یتعبد الله به. و عمل به نظام سیاسی اسلامی امری است که عبادت میشه به وسیله او الله متعال. یعنی امور سیاسی مردم رو هم سرپرستی میکنه. مثلا وقتی میبینیم که عمر بن خطاب رضی الله عنه یا دیگر بزرگان خلفای راشدین و دیگر خلفای نیک و صالح وقتی خدمتی انجام میدادن اون هم عبادت گفته انجام میدادن. این نبود که به امور مردم مشغول بود و او شخص دیگری که نماز شب میخوان و او این درجه نداشته باشد، بلکه خدمت بسیار بزرگی را انجام میداد و او کار او هم ثواب بود، عبادته. فسیاسی المسلم، پس سیاست مدار مسلمانی که طبق شرع الهی با اخلاص در نیت کار رو انجام میدهد مزد دارد در نزد الله تعالی. و بدین علت در روایت بخاری و مسلم میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند 7 گروه هستند که در روز قیامت در زیر سایه الله تعالی هستند. منظور سایه عرش است، روزی که هیچ سایه غیر از سایه الله نیست. و یکی از اونها کیست؟ اولین شخصیت کردن الامام العادل، پادشاهی که عادل باشد، عدالت بکنند. این از زیر سایه عرش الله تعالی است. و در مقابل کسی که از سیاست اسلامی دوری کند و عمل به خلاف آن بکند باز او در معرض عقوبت قرار میگیرد. کسی که طبق قانون الهی سیاست خود را تنظیم نکند باز همچنین است. مثل که در روایت صحیح دیگر داریم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ بنده ای نیست که الله او را امر رعیت را به او بسپرد، او را راعی مردم و سرپرست مردم قرار بدهد و او خیرخواهشان نباشد، خیرخواهی برایشان نکند مگر اینکه بوی بهشت به مشامش نمیرسد. بوی بهشت هم به مشام این کس نمیرسه که سیاست مدار مردم شده، راعی و اولو الامر مردم شده، اما خیرخواهشان نیست و به خیرشان کار نمیکنه. روایت در صحیح البخاری است. این اولین ویژگی و خصوصیت سیاست اسلامی شد که ربانیت بود. دوم شمول است. نظام سیاست اسلامی در تمام مباحث برای مردم قانون داره. چنین نیست که یک بخش توجه بکنه یک بخش دیگر توجه نکنه. ما متاسفانه میبینیم که مثلا در بخش سیاست‌های دموکراسی که هست میبینیم که در بسیاری از موضوعات یک جنبه و یک جهت توجه میکنن اما جهت‌های زیاد دیگری کلا از او غافلن، اصلا متوجه نیستن. مثلا از یک جهت آمده یک آزادی لجام گسیخته برای مردم معرفی کرده، برای مردم داده و از جهت دیگر توجه نکرده که این آزادی لجام گسیخته چقدر میتونه عوارض داشته باشه، چقدر مشکلات دیگه باز درست کنه. اون دیگه توجه نکرده. مثلا از این جهت مثال خیلی ساده در نظام دموکراسی قانون همی است که وقتی یک دختر و یک پسر با هم توافق دارن به کسی اینا ظلم نمیکنن، زورکی نیست، با هم جور آمدن میرن هر کار میخوان بکنن. حالا به این توجه کرده که باید حق اینها مراعات بشه، بله اینا آزادن میتونن کار خود انجام بدن، اما توجه نکرده. حالا این یک جهت میگیم، یک جهت، وگرنه این حرمت و از جهات مختلف است. این توجه نکرده که بابا اینا با هم زنا میکنن، باز از اینا بچه میشه، او بچه رو با چه کار میکنن؟ سخت میکنن، یا به دنیا میای میکشن. کم دیدیم بچه های سخت شده یا بچه های به دنیا آمده داخل سلطای آشغال. حداقل اگه واقعیت ندیدیم، فیلمایی که دیدیم، عکسایی که دیدیم ندیدیم. خب حالا او انسان نیست؟
حتی در بعضی از کشورها کلا کوشش میکنن که مسئله سقط جنین یکسره شرایط رو آسان‌تر بکنن. در گذشته سقط جنین در کشورهای غربی هم مشکل داشت، یعنی ممنوعیت های وجود داشت، اما امروز کوشش میشه یکسره آسان بشه، یکسره ساده بشه. بابا این آدم از او آدم نیست. این میگن شمولیت نداری یه قانون، به یک طرف توجه کرده اما متوجه نیست که این کار سبب میشه که اونجا قتل نفس صورت میگیره، اما او آدم نیست، اشکال نداره باشه. وقتی همجنسگرایی رو شعار میده بله همجنسگرایی باید بشه، دیگه متوجه نیست که اینها نسلش چگونه باقی بمونه. نسل اینا همجنسگرایی میکنن، نسل میشه از اینها. اون چرا توجه نمیکنی؟ البته اینا من فقط بعضی مشکلاتی رو میگم، وگرنه اینا پر از مشکلات هستن. خب از شمول، پس نظام سیاست اسلامی شمول داره در تمام مباحث. دقت کرده چی مباحث عملی است، چی مسائل اخلاقی است. الشمول مما يترتب على ربانیت النظام السیاسی بالاسلام، چون ربانی شامل هم هست. انه شامل لان مصدره الله تعالی، مصدری الله است و الله فرموده ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب هیچ چیزی را تقصیر و کوتاهی نکردیم در باب هدایت مردم. دقت کنید، در باب هدایت، در باب هدایت، حالا چه هدایت در باب سیاست است، چه هدایت در باب اقتصاد است، قوانین کلی را الله داده. طبق این قانون، این قانون، این قانون، این قانون، حلال حرام اینا هست. طبق اینها حالا کارهای دیگه خود انجام بدید. اینا قوانین است، قوانین کلی و اساسی است. جزئیاتی که هست به مخالفت با این قوانین نشه، جزئیات خودشون انجام بدید. اینجا عقل انسان هم دخیل است، عقل کار میکنه. اینجا عقل صحیح کار میکنه، عقلی که در روشنایی چوکات از کار میکنه، نه که لجام گسیخته. پس نظام سیاسی در اسلام قاصر نیست علی ما یهم الحاکم. فقط چیزی نیست که اهمیت برای حاکم داشته باشد همون رو آماده گفته باشه، یا چیزی که مهم برای محکوم است، بلکه شامل است برای تمام نیازهای مردم. چی واجبات امیر است، چی حقوق امیر است، چی واجبات مأمور است، چی حقوق مأمور هست، و همچنین مطالبی که در رابطه به علاقه دولت اسلامی به غیر آن هست از ملت ها، از مسلمین و غیر مسلمین، و بر این شمول دلالت میکند. همچنین آیه 89 سوره مبارکه چی؟ نحل و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لكل شیء، ما کتاب را برای تو بیانی برای هر شی فرستادیم. بیان البته در باب چی؟ در باب هدایت. خیلی اینجا سوالی میکنن، میگن که بیان است در این مثلا فرض کنیم فلان موضوع، فلان یک موضوع طبی فرض کنیم یا تاریخی، میاد میگه آماده یا نیاماده. ببینید به طور مثال میگیم یک کتابی در علم تاریخ نوشته شده، مصنف اون میگه در این کتاب هر چیزی رو بیان کرده. حالا موضوع طبی هم بیان کرده؟ نه خیر، در باب تاریخ هر چیزی بیان کرده. حالا قرآن کریم کتاب چیست؟ کتاب هدایت، هدی للمتقین، هدی للناس. در باب هدایت تبیانا لكل شیء. توجه کنیم مطلب میفهمید. و هدی و رحمتا و بشری للمسلمین. ابن جوزی رحمه الله در تفسیر این آیه گفته لكل شیء من امور الدین، به هر چیزی از امور دین الله تعالی بیان داره، یا بالنص علیه، یا تنصیص کرده صراحتا اون رو بیان کرده، یا حواله داده به چیز دیگری که سبب علم است، مثل بیان رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل اجماع مسلمین، مثل قیاس صحیح، مصالح مرسله و سد الذرائع و قوانین دیگری که در اصول فقه علما با ادله توضیح دادن. و از ابی ذر غفاری رضی الله عنه است که لقد ترکنا محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما را ترک کرد، و ما یحرک طائر جناحیه فی السماء الا اذکرنا منه علما، هیچ مرغی در آسمان پر نمیزند مگر اینکه پیامبر در مورد آن به ما علمی را تذکر داد. منظور از این است که یعنی در امور هدایت هر موضوعی که ما به اون نیاز داریم به ما معرفی کرده. این روایت هم در مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله. سومین خصوصیت و ویژگی نظام سیاسی اسلام العالمیه، نظامی است عالمی. نظامی نیست که فقط برای یک منطقه باشد، یک جا باشد، برای این مردم باشد، برای اون مردم نباشد. نه، النظام السیاسی فی الاسلام له صفت العالمیه، تنها برای عرب ها نیست. و به همین علت تاریخ اسلام رو که ببینیم، اسلام در ابتدا تولد شد در شبه جزیره عرب، اما بعدا رسید به یمن، رسید به شام، رسید به مصر، رسید به فارس و رسید به عراق، به خیلی کشورها، و در همه اینها موفق بود. و در همه اینها به اندازه موفق بود که اون مردم و اون منطقه ها دین خود را خیلی هاشون رها کردن و اسلام را پذیرفتن. به زور نبود که بگیم به زور، خیلی ها فکر میکنن به زور شمشیری کار کردن.
به زور شمشیر نمیشه. اگر میشد خب باید مردم فارس حالا به دین چنگیز خان مغول میبودن. یکی هم نیست، یکی هم نرفت. پس زور نیست. بر اساس فرهنگ او فرهنگ قوی تری بود، فرهنگ اسلام قوی تر بود، سیاست او قوی تر بود، قانون او قوی تر بود، پذیرفتن، تحت تاثیر او قرار گرفتن. نظام سیاسی در اسلام صفت عالمیه دارد، لانه منزل لجمیع الناس علی حد سوا. و البته بگیم امروزه خیلی مثال، امروز مسلمانان متاسفانه اصلا قانون ندارن، نه قانون اسلامی نه غیر اسلامی، بی قانون کلا سرگردان هستند. حالا دیگه کل کشورهای اسلامی نمیگم، حداقل در افغانستان میگم اصلا قانونی وجود نداره. در همین سالهای سال 30-40 سالی که هست کلا یا جنگ است یا به هم ریزی است، نظام قانونی هم نیست که همه در تحت اون نظام مطیع باشن کار کنن. طبق نظام اسلامی کار نمیکنن، هر کس طبق هوا و هوس خود، قومندانی است، رئیسی است، هرچی خودش حاکمه، خود قاضی، خود همه چیز رو حکم میکنه، همه کار انجام میده. و به این خاطر میبینیم که کشور غیر اسلامی، کشورهای غربی یک نظامی دارن، اگرچه که نظامشون اسلامی نیست، اما به هر حال یک نظامی دارن، یک قانونی دارن. لذا مسلمان میبینی، مسلمان افغانی او قانونی میبینه تحت تاثیر او قرار میگیره، میگه این خوبه، چون اینجا بی قانونیه. نه ای که اینجا قانون اسلام اونجا قانون شی، این بی قانونی است، قانون تحت تاثیر او قرار میگیره. قاعده همین است، بی قانون بودی تحت تاثیر دیگرایی. لذا اون مردم او زمان هم حتی که قانون داشتن تحت تاثیر قانون اسلام قرار گرفتن، چون قانون اسلام قانون قوی دیدن بوده. پس قانون اسلام قانون عالمی است، توانست به جهان حکومت کنه. در زمان سلاطین و خلفای عثمانی ما دیدیم که تا نصف اروپا هم پیش رفت. اندلس تاریخی رو بخونید، در اسپانیا یا اندلس قدیم چقدر در اونجا یک تمدنی به وجود آوردن مسلمان ها. اصلا سبب بیداری اروپا اندلس شد که از طریق مسلمان ها بود، علمی که در اونجا بود و اروپاییایی که با قرطبه و شهرهای دیگر، طنجه و اینها میرفتن برای چی؟ برای ببخشید طنجه فکر کنم نیست، قرطبه است، می آمدن اونجا برای درس خواندن. چی میکردن؟ از درس ها استفاده میکردن و بعدا میرفتن به شهر و دیار خود. و لحاظا پس صفت عالمی داره، میتونه جهان مدیریت کنه. و امروز کفار هم به همین دلیل از اسلام میترسن، به بودایی و به مثلا زرتشتی و اینا اصلا کار نداره، اصلا مهم نیست، این ارزشی هم نداره. لانه منزل لجمیع الناس، این صفت عالمی داره چون برای همه مردم نازل شده، به حد سوا و صالح لهم جمیعا، برای همه صلاحیت دارد به حسب طبیعت انسانیشان، قطع نظر از جنسشان، رنگشان، زبانشان، سیاه، سفید، سرخ، به همه. این قانون برای همه صرف نظر از مکان و زمان. خیلی ها که دین اسلام نمیشناسن وقتی حرف میزنه میگه او قانون او زمان، یعنی که فکر میکنه که بعضی اسباب و وسایلی که در اون زمان بوده او رو باید تطبیق بدیم، یا هیچی نمیشه روی او بعضی چیزهای دیگر صحبت کرد. بابا او قوانین است، تحت قوانین موضوعات روز همه میشه روی صحبت کرد. و اصل بحث برمیگرده به عدم معرفت و شناخت درست اسلام، بعضی از طرف مخالفین اسلام، بعضی از طرف دوستداران اسلام، حتی خود مسلمان ها که درست نشناختن او را آمدن چیز محدودی معرفی کردن. فالدین الاسلامی و ما جاء به من النظم له خاصیت العالمیه. دین اسلام و نظام اسلامی خاصیت عالمی داره، در زمان، در مکان. عالمیت زمانش این است که به هر زمانی تا قیامت صلاحیت دارد. عالمیت مکانی است که به هر جزئی از اجزای عمران زمین، آبادی های زمین صلاحیت دارد، تا آخری به هر زبانی، به هر لغتی که میخوان باشن. و آیات و احادیث هم بیان میکنه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای مردم من به سوی همه شما فرستاده شدم. و حدیث صحیح داریم که پیامبر، یکی از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و آله بود که گفتن پیامبران دیگر هر کدام به سوی قوم خود فرستاده میشدن، اما من به سوی تمام مردم عمومی فرستاده شدم. روایت صحیح البخاری و صحیح مسلم است، متفق علیه است. و در روایت دیگر داریم که روایت صحیح مسلم ان شاء الله، این امر یعنی امر دین حتما خواهد رسید به جایی که شب و روز میرسد، یعنی به کل کره زمین. ولا یترک الله بیت مدر ولا وبا، و الله متعال ترک نمی کند هیچ خانه گلی و پشمی را، یعنی خیمه و صحرا را، مگر اینکه این دین را به او داخل می کند. البته بعضی عزت پیدا می کنند و عزیز می شوند، مسلمان می شوند، بعضی ذلیل می شوند و به کفر می مانند. یعز الله بالاسلام و ذلا یذل الله بالکفر.
یا عزتی است که الله به وسیله آن کسی را عزت میدهد، یا کفری است که به وسیله آن الله کسی را ذلیل میکند. روایت در خب مسند امام احمد بن حنبل گفته، فکر کنم تو در صحیح مسلم هم شبیه وجود داره. ولی ان الاسلام و آخر الادیان، دیگه یک اسلام آخرین دین هست و هیچ دینی بعد از آن نمی آید. پس این دین تا قیام قیامت رهبر است و راهنماست و صالح است برای تا قیام قیامت. خب اینو توضیح داده. و نزلنا علیک کتاب تبیان لکل شیء که قبلا خواندیم. چهارمین ویژگی و خصوصیت این دین یا نظام سیاست اسلامی الوسطیه. وسطیه یعنی میانه رو است، نه افراط دارد نه تفرید دارد. شما در نظام های شما دیگه کاری نه، فقط شما دموکراسی را در طول 200 سال بیایم بررسی کنیم حکم هایی که داره آیا افراط و تفرید داشته یا نداشته. یک زمان میبینی که یک حکمی داده بسیار تند، یک زمان دیگه حکمی داده بسیار خیلی تفریطانه، در هر زمان میبینی یک چی داشته. اما نظام اسلام چون بر اساس یک قانون الهی است وسطیت داره، در عقیده خود وسطیت داره. چنین نیست مثل بعضیا که یا تو محکم چسبیدن به دنیا، یا ایده میگن نه دینداری یعنی که دنیا رو برو کوهی اونجا بشید. هر دو اینها غلط است. مثل که نصرانی‌ها میکردن و میکنن، باطل است، غلط است. در اسلام هر دو با هم است. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، نصیب خود از دنیا رو فراموش نکن. اما چی میگه؟ وابتغ فیما آتاک الله الاخره، در آنچه که الله به تو داده آخرت را طلب کن، نصیب خود از دنیا رو هم فراموش نکن. هر دو با هم وسطیت است. وسط است در شریعت خود در بین قلوب و تقصیر، نه زیاد رو است نه کوتاه تقصیر میکنه. وسط است در نظام خود، از جمله در نظام سیاسی خود، نه نظام دیکتاتوری مفرط است که حاکم هر چی دل میخواد بکنه، مستبد است، نه نظام دموکراسی تفریدگر است که حاکم به هر روشی خواسته باشن مسخره کنن. در نظام دموکراسی ما دیگه در 20 سال در افغانستان دیدیم نمونه نظام دموکراسی رو که به 80 و چند رقم رئیس دولت رو مسخره میکردن، فکایی جور میکردن، دستگاه میکردن. رئیس دولت هم همچنین چیزی هم بود دیگه. و دیگه از این طرف باز میبینیم که به عنوان یک دیکتاتوری نباشه، باز یک نفر دیگه میای میبینیم این دیکتاتوری داره که اصلا هیچ توجهی به چی نداره. اما در نظام سیاست اسلامی این هر دو وسطیت است، نه دیکتاتوری محض نه این تفریط و بی‌پروایی محض. در عالم احترام نصیحت، دعوت، راهنمایی اینا با هم هست که حاکم باید شورا و مشورت داشته باشه و امثال او. و این بهترین نظام میشه که بشریت رو میشناسه، به شرطی رو انجام بدین. حالی که انجام کسی نداده یا افرادی هستن که افراد تربیت شده درستی نیستن، این که بستگی به خود افراد داره. لقد وصف الله سبحانه و تعالی هذه الامه. یک سوال، یک مطلب هم اینجا بگم، شاید بعضی سوال بلایشون پیش بیایه، بگن که ببین تو یک سر مقایسه میکنی بین دموکراسی و بین نظام اسلام، سیاست اسلامی، اما در سیاست اسلامی میگی افراد کار نداریم، ما به چی کار داریم؟ به اصل قانون کار داریم. در دموکراسی باز میگی افراد میاری. یک روز دیگه هم همچنین یک انتقاد یک دوستی کرده بود، اما باید جواب بدیم که اشکال نداره. بیاین شما همون یک مثال از نظام سیاست اسلامی میدم، یک مثال از اون، به طور مثال میگم خلافت عمر بن خطاب، یا به طور مثال میگم حکومت سلطان سلیمان قانونی از خلفای عثمانی. من این رو مثال میدم و تو بیا مثال بدی برای من یکی از نظام های دموکراسی امروزی، هر کدام تو انتخاب میکنی، مشکلی نداره، بیا مقایسه میکنی. تو همون بهترینی رو انتخاب کن، من هم انتخاب میکنم، با هم مقایسه میکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. وقت میفهمی که نه تنها بحث این نیست که من این نظام به امرای او تطبیق بدم. در اسلام ما نمونه های خوب و خیلی زیاد داریم که عملی کردن خیلی نتیجه داده. اما در اینجا همون جاهایی که عوارض انتقاد است انکار نمیکنم که خوبی هایی هست، خوبی هایی وجود داره، اما این خوبی ها یک جهته به بعضی چیزا فکر شده، خیلی عوارض دیگری داره و خیلی ضررهایی داره و اونا مشکل سازه. ولهذا الله متعالی امت را به امت وسط توصیف کرده و كذلك جعلناكم امه وسطا، شما را امت میانه قرار دادیم. وسط چیست؟ و الخيار والاجود، بهتر، نیکوتر، جید. و رسول الله صلی الله علیه و وسط بود در قومش، یعنی بهترین نسب را داشت. و قیل الوسط و العدل، وسط یعنی عدلم گفتن، شما را امتی عادل قرار دادیم، به این معنا هم استفاده شده.
دیگه گفته که از آشکارترین مظاهر مناسبت نظام سیاسی اسلامی با مطالب بشری، ببینید یعنی نظام سیاسی اسلامی با خواسته های بشری میتونه اینا مطابقت کنه به وسطیت و به توازن و به عدالت، و بالتالی و بالاخره یعنی میتونه این کار رو بکنه و کرده. در طول تاریخ بارها این کار صورت گرفته و بالاخره یتمیز به النظام. ما به طور مثال میبینیم امروز یک زمانی در اروپا زن را چنان بی‌ارزش کردن که اصلا او را آدم درست حساب نمی‌کردن وقتی که پایبند بودن به قانون کلیسای خود. امروز هم کلیسای خود را ترک نکردن، به نام کلیسا امروز میخوان میگن بیاین مردم نصرانی بشه. و بابا همین کلیسای شما بود که زن بی‌ارزش کرده بود. اما امروز همون زنها چنان طوری به لجام گسیختگی رفته که میبینی که زن دل نمیخواد شورتی هم بپوشه و این مظهری برای آزادی میشماره. نه به اون چی نه به این شوری و شور و نه به آن بینمکی، یک حد اعتدال، یک حد وسطی، و اسلام میتونه به حد وسط این کار انجام بده. و پس شمول نظام مشتمل است بر وسطیت، توازن در بین ثبات و تطور. این یک نکته جالبی داره. میگه ببینید ما یک چیزی که ثبات یعنی به همون حالتی که در گذشته بودی به همون حالت باش، تطور یعنی تغییر بخور، پیشرفت بکن. بعضی فکر میکنن نظام سیاست اسلامی به طور 100% ثبات داره، هیچ نمیتونه تطور داشته باشه و با شرایط روز تغییر بخوره کنار بیایه. و بعضی هم فکر میکنن که 100% تطور داره و هیچ ثباتی در وجود نداره. هر دو غلط است. نظام سیاست اسلامی دو بخش داره. عده‌ای از احکام و قوانین آن ثابت است و همیشه به یک حالت است، هیچ تغییر نمیخوره. مثلا فرض کنید گفته قانون شورا همیشه قانون شورا است، عدالت همیشه عدالت است، حلال و حرام ها، این حرام این حلال، همیشه اینا هست. اما یکی تطورات است، در بعضی امور دیگه میتونه تطور بیایه. در بعضی از قوانین طبق شرایط روز میتونه تغییرات بیایه. این نوع وزارتخانه داشته باشیم، این نوع نداشته باشیم، این دیوان رو درست بکنیم، یکی درست نکنیم، این بخش این چنین بررسی کنیم، اون چنین بررسی کنیم، موضوعات خیلی زیاد دیگر. سیاست ها بر اساس شرایط روز میتونه تغییر بخوره تا وقتی مخالف او ثوابت دینی نشود. و اینجا مهمه که متخصصینی باشن که او ثوابت دینی و متطورات دینی، متغیرات دینی رو بتونن دقیق تشخیص بدن و کار پیش ببرن. و اصلا نمیخواد که سیاست امروزی 100% مثل سیاست زمان پیامبر صلی الله علیه و آله باشه. اصلا چنین چیزی نیست. در ثوابت خود باشد، در متغیرات خود طبق شرایط روز میتونه تغییر بخوره. به لحاظ تمامی فقها گفتن که انکار نمیشود تغییر فتوا به تغییر زمان. به تغییر زمان بعضی فتواها تغییر بخوره اشکال ندارد. البته کدام فتواها؟ فتواهایی که بر اساس متغیرات بوده، بر اساس شرایط روز بوده، بر اساس بعضی از مصلحت هایی بوده که امروز او مصلحت وجود نداره، امروز او عرف وجود نداره. و لحاظا این یکی از مهمترین مباحث فقه اسلامی است. و دیگه یا ثبات و مرونه. ثبات یعنی مسائلی که ثابت است، مرونه مسائلی که میتونه تغییر بخوره، نرم است، قابل تغییر پذیر است. و لحاظا اسلام چون این هر دو بخش با خود دارد، پس جمع میکند در بین هر دو فی تناسق مبدع، یک نظم بسیار عجیبی پیدا میکنه به این شکل که هم از اصل دین خود جدا نمیکنه و هم با شرایط روز در تطورات خود کنار میایه. به این طریق خیلی کار پیش میره. و ثبات در آنچه که همیشه باقی است، مرونه و تغییر خوردن در آنچه که باید تغییر بخورد. و این ویژگی و خصوصیت بارز رسالت اسلامی است که در هیچ شریعت سماوی ما این رو نمیبینیم. شما در یهودیت و نصرانیت و زرتشتی و اینها این چیزا نمیتونید پیدا بکنید. یا بخش ثبات خود نداره، یا بخش متغیرات خود نداره، یا اصل خود از دست داده، یا اینکه نتوانسته با شرایط روز کنار بیایه. الواقعیه. نکته بعدی این است که نظام سیاست اسلامی واقع گرا هست، آرمانگرا نیست، تخیلگرا بر اساس تخیلات. واقع را باید ببینی که در واقع واقعا چه کار میشه، نتیجه این کاری که ما میکنیم چی میشه. النظام سیاسی الاسلامی بالواقعیه، این خصوصیت اوست که واقع گرا هست، ممکن و تحقیق است در حیات انسانی، میتونه عملی بشه، بعید نیست از حقایق و امور حیات، از امور زندگی بعید و دور باشه. نظامی نیست که غرق در خیال باشد، مثل نظام افلاطون و ارسطو، اونها که در سیاست حرف میزدن، مدینه فاضله تخیلی که برای خود
درست میکردن و شریعت اسلامی غافل از طبیعت بشری نیست. طبیعت بشری را آمده خوب مد نظر گرفته، بر اساس این طبیعت بشری قوانین صادر کرده و شامل بر قضایای منطقی مجرد نیست، بر اساس قوانین منطقی مجرد و خالی از واقعیت یک چیزای تخیلی به این بحث میکنیم، یا تصورات عقلی مجرد، یا قوانین مسالی، قوانین بسیار عالی که در عالم واقع بعید از خیلی که اینا به این شکل نتیجه بده، بلکه نظامی است که با واقعیت در عالم واقع برای مردم قانون گذاری کرده، با تمام خصوصیات انسانها را ملاحظه کرده. مثال خیلی ساده، یک چیزی که خیلی اعتراض هم میکنن، مثلا میایم مثلا به طور مثال در امور خانواده در قانون دموکراسی میگه که تعدد زوجات درست نیست، اما باز میبینی تعدد قبول داره، میگه تعدد دوست دختر باز درست است. هر چی میخوای دوست دختر داشته، یعنی فطرت بشری درست نتوانست تشخیص بده دیگه. در اینجا در قانون خود میگه تعدد درست نیست، اما در عمل اونجا چیه؟ اونجا گیر کرده، چون نتونسته حکم میبینه که موافق طبیعت بشری باشه و لازم باز در گرداب و منجلاب دیگه افتاده. طبیعت مرد و زن، طبیعت ها رو چون درست نشناخته، قوانینی داده که خیلی از زنها رو به بدبختی و تباهی کشیده. و به همین خاطر می‌بینیم خیلی نویسندگانی در جهان غرب به خیلی از سیاست هایی که دارن انتقاد کردن و خیلی ها حتی نظام اسلام را در رابطه به زنان تایید کردن، که در این رابطه من 2 جلسه در رابطه به دیدگاه نویسندگان غربی در درس‌های حقوق زن در اسلام توضیح دادم و دیدگاهشان را تشریح کردم. خب به هر حال گفته نظام سیاسی در عالم واقعیت از نظام‌هایی که افلاطون و ارسطو و افلاطین و اینها درست کردن، که در عالم تخیلات چیزایی درست کردن، با عالم واقع مطابق نبود، اصلا مقایسه نمیشه، تفوق داره بر او، برتری داره بر او و تصورات اونها هیچ علاقه به عالم حقیقت و خیال نداره. خب به هر حال اینجا روی تصورات فلاسفه گذشته بحث میکنه که در عالم حقیقت بسیاری از سخنان اونها قابل تطبیق نیست، یک چیزهای غیر مطابق با واقعیت در واقع گفته شده. بعدا هم گفته اینجا که از بارزترین مظاهر واقعیت نظام سیاسی در اسلام با واقعیت خلاصه برخورد میکنه. بعدا این آیه رو باز آورده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. الله مکلف نمیکنه هیچ نفسی را مگر به اندازه توانش. این واقعی نیست، این کاملا مطابق حالت است. برای نفس از هر چیزی که کسب کند و بر اوست آنچه را که کسب کند، خوب از خوب، بعدش بد جزای خود را میبیند. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. در چیزی که شخص فراموش کرد یا خطا کرد باز مؤاخذه نیست، در او باز مؤاخذه نیست تا واقع. یا مثلا این واقع بینی در این آیات سوره آل عمران ببینید، زین للناس حب الشهوات، برای مردم تزیین شده محبت شهوت ها از زنان، از اولاد، از مالهای انگفت و زیاد، طلا و نقره، اسب‌ها، چارپایان، کشت‌ها، اینا متاع حیات دنیاست، برای مردم زینت داده شده، مردم از اینا خوششان میآید، اما این انکار نمیکنه و بعداً میگه این متاع زندگی دنیاست، بهره است، چند روزی بهره ببرید، استفاده کنید، اما متوجه باشید متاع هست، موقت است، دائمی نیست. والله عنده حسن المآب. نیامده بگه که دنیا رو کلا رها کنی، اصلا دنیای هیچی، اصلا این لذتی ندارد. نه، لذت دارد، تزیین هم شده، زینت هم داده شده، اما والله عنده حسن المآب، زیبایی برگشت در نزد الله متعال است. قل انبئکم بخیر من ذلکم، آیا شما را به بهتر از این اطلاع بدهم؟ این نعمت‌ها که خوب است، از اینا بهتر هم وجود دارد برای کسایی که تقوا بکنند، در نزد پروردگارشان جنات تجری من تحت الانهار، بهشت است، جهان و آخرت رو توضیح میده، و بهشت و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد، اینا رو میتوضیح. یعنی چون واقع گرا هست، دنیا و آخرت هر دو رو میای بیان میکنه، اما این که واقع گرا نیست، فقط آمده در نظام دموکراسی یا سکولاریسم به دنیا فقط چسبیده و اصلا به آخرت توجه نداره. و اگر به او بگی خب بعد از مرگ چه کار میشه، باز آیا اعمال ما محاسبه دارد یا ندارد؟ روی خیلی از این مسائل بسیاری از افرادی که در به حساب مفکوره دموکراسی و سکولاریسم زندگی میکنن به این مسائل بپیچی، میگه روی این مسائل خیلی نپیچ. مثل دکتر شیخ عبدالمجید زندانی میگه با یک فیلسوفی صحبت میکردم،
متخصص بود در علم وظیفه اعضای بدن انسان، هر کدام چه وظیفه‌ای دارد. از او سوال کردم آیا در کل بدن انسان یک عضو کوچکی وجود دارد که بیهوده خلق شده هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ گفت نه، کل بدن انسان یک ذره هم وجود ندارد که هیچ نفعی در اون نباشد، حتما یک مصلحتی برای او هست. گفت حالا بدنی که یک جزء او بی هدف خلق نشده، کل این بدن برای چی خلق شده؟ گویا این بحث‌های فلسفی بگذار دیگه، دنبال اینا نگرد. این واقع گرایی نیست. این واقع گرایی نیست. با واقعیت نمیخوای کنار بیای، میخوای فرار بکنه از واقعیت. به هر حال آماده توضیح داده، تشریح کرده همین بحث که نیاز نمیبینم بیشتر رو عبارات رو بخونم. بعدن گفته جای هذا الدین مطابقا للواقع، پس این دین مطابق واقع است، موافق فطرت انسانی است. و یعنی ذلك فی المجال سیاسی ثلاث امور، در سه امر واقع گرا هست. امر اول الاتیان بالانظمه و تشریعات سیاسی الممکنه التطبیق فی واقع البشر، نظام های سیاسی چیزهایی را آورده که قابل تطبیق است در بین بشر. چیزی نگفته شما در اسلام قانون نمیبینید که قابل تطبیق نباشد، ممکن نباشه که این قانون سیاسی مثلا عملی نشه. دوم النظر الى الحاکم علی انه بشر، نظر به حاکم به این لحاظ میشه که او انسان است، حقوقی دارد و واجباتی هم بالای او هست. با حاکم باید به این دیدگاه نگاه بکنیم، نه اینکه کلا حقوقی نداره هر چی میخوای به او بگو، هر دشنایی میخوای بده. نه، احترام او رو باید داشته باشی، اول الامر مسلمین است، رهبر مسلمین است، واجب است که به او احترام داشته باشیم. اما بر او واجبات و مسئولیت‌هایی است، باید مسئول هم باشد، مسئولیت‌های خود را هم باید درست انجام بده. و عدم التجاوز فی حقوقی الی ما لیس له، و در حقوق حاکم نباید تجاوز کرد به آنچه که درست نیست و مناسب نیست. سوم نظر به محکوم یعنی به رعیت، به این لحاظ که او هم بشر است، حقوقی دارد، حاکم باید حقوقش را بجا کند و واجباتی هم دارد، مسئولیت‌هایی دارد، این مردم و ملت هم مسئولیت دارد، اینا هم باید کارهای انجام بدن و نباید که حقشان چی بشه، نقصان پیدا بکنه و حق مردم داده نشه. حق مردم هم باید درست داده بشه و صحیح باید مراعات بکنه. حالا هر ستای اینها کاملا قابل تطبیق است و میشه عملی بشه. به طور نمونه و مثال اینا رو اینجا در سه امر به طور کلی در واقع بیان کرده. خب به هر صورت اینا بود خصوصیت‌های نظام یا بعضی از خصوصیت‌های نظام اسلامی که ببینید ما فکر کنم که 4 تا شد یا 5 تا شد، 5 تا الواقعیه، پنجم 5 تا ویژگی‌ها و خصوصیت‌های نظام سیاست اسلامی رو بیان کرد. از این بحث تمام میشیم و عنوان بعدی که میاره میریم به تاریخ ببینیم که سیاست قبل از اسلام در جهان چگونه بوده و چه سیاست‌هایی بوده، چون ما هر علمی وقتی بخوایم بشناسیم تاریخچه او رو باید آشنا بشیم. تاریخچه این علم بیان میکنه، معرفی میکنه، بعداً میایم باز به زمان تا بیای به زمان حاضر تا اینکه از سیاست اسلامی به این طریق که سابقه او رو بدانیم و امور بعدی لاحقه او رو بدانیم و بیشتر آشنا بشویم با سیاست اسلامی که انشاءالله دنبالا در جلسه آینده خواهیم خواند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء.